سلام درود برای بچه گنگتون، امیدوارم خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. باز من سراغ فایل اسکین دیتا. فایل قبلی رو اوبی گذاشتم و حجمش زیاد بود، خیلی‌ها نتونستن دانلود کنن. ولی این فایل حجمش خیلی کمه، در حد 2-3 مگ است و همه میتونن استفاده کنن. فایل رو اون داخل کانال تلگرام، لینکش در دیسکریپشن ویدیو هست. فایل پسورد داره، پسوردش به 3 وقت در ادامه ویدیو میاد روی صفحه. تا آخر ویدیو رو ببینید و پسورد رو پیدا کنید. خب میریم سراغ اسکینای ست. خب دوستان من حرف نمیزنم، اسکینا رو خودتون ببینید. خب این هم از اسکین ستا. بریم سراغ اسکینای هلمت. اسکین هلمت 2 تا بیشتر نداره ولی خوب و کار را بندازم. خب بریم سراغ اسکینای کلاه. اسکینای کلاه TDME داره و کلاسیکی و همین موهای جذاب. خب بریم سراغ اسکینای عینک. اسکینای عینک هم 3-4 تا بیشتر نیست ولی خیلی به ستا میاد. بریم سراغ اصلی ترین و جذاب ترین بخش اسکینای لباس. و اینجا داره اسکینای TDME و کلاسیکه. خودتون ببینید و حرف نمیزنم. خب بریم سراغ اسکینای کیف. یه اسکینو که ببینید برای اونایی که میخوان کیفشون رو بندازن و حوصله‌شون نمیکنه، این اسکینو بزنین کیف نداریم برای داخل مچ. اسکین کلا و اسکین کیف گودزیلا. خب بریم سراغ اسکینای شلوار. اسکینای شلوار هم یه اسکین شلوار مشکی TDME و اون اسکین هم خودتون ببینید و اسکین شلوار بیب. خب من تو ویدیو یادم رفت ماسکو رو بهتون نشون بدم. بریم با هم ماسکو رو هم ببینیم. وقتی این ماسکو بذارین ماسک قرمز براتون دستکش میاد ولی برای من باگه. اینجا رو کنید و ماسک قرمز رو میذارم، اینجا دستکشه ولی من اینجا ماسکو برمیدارم، اینجا دیگه دستکش نیست. حالا شاید برای شما کار کرد یا برای من باگه، خودتون میدونید دیگه. خب میرسیم به فیس سیزن 4 و موش. فیس سیزن 4 همین اولی سمت چپ و موهاشه. موهای خیلی TDME. موه سمت راستیش TDME و موه سمت چپی کلاسیکیه. بستگی به سلیقه خودتون داره. خب از دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم ویدیو لذت کافی رو برده باشین. لایک و ساب ویدیو یادتون نره. دمتون گرم تا ویدیوی بعد. بدرود.